سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. از اومدم امروز بهتون آموزش دوپلیکیت کردن ریل ماینکارت رو بدم. وقتی مثلا باید ویلیج جابجا کنید نیاز به ریل زیادی دارید و با همین آهن زیادی باید مصرف کنید. اما با این روشی که میدم یه ذره وسایل به دست آوردنش سخته، ولی خب بهتر از اینکه یه عالم آهن خرشه برید داخل قارها ماین کنید. این فارم بی نهایت بهتون ریل مانکارت میده، یه جور گیلیش یا بای بازی چیت حساب نمیشه. بعد میتونید بی نهایت هر ریلی که خواستید رو بسازید. متریالش داخل چسته. وقتی که متریال برداشتید 3 تا بلاک موقت، حالا بلاک بمونه مشکل نداره، میرید بالا یه طرف از این گوشه یه طرف از این بغل ها انتخاب میکنید و یه دونه لول میذارید و اینو روشنش میکنید. بعد اینکه روشن کرد یه دونه استیکی پیستون میذارید که این فعال شه، این بیاد جلو. بعد اینکه اومد جلو به این ترتیب اسلایما رو میشینید. 2 تا ابزرور که پایین رو نگاه کنن و یه ابزرور که رو به اون بر باشه. بعدش باید 2 تا ریلی که میخواید رو بذارید اینجا و این که خاموش کنید. بله، همونجور که میبینید این 2 تا ریل ما دوپلیکیت میشه و به صورت بی نهایت هر چقدر که بخواید میتونید ریل بسازید. بعد هر ریلی هم بخواید میشه، مثلا اینا رو برمیدارید اینو میزنید بازم انجام شد. یا میتونید یه دونه از اون ریلی که میخواید بزن، یه دونه این یکی اینجوری از هر دوتاش بهتون میده. بله، همین فرم آسونی بود. اگه از ویدیو خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کن، کانال هم سابسکرایب کن و نظرتون داخل کامنت ها بگو. خداحافظ.